یعنی بیماری سیراتی کووید 19 که سراسر جهان رو در سال 2020 فرا گرفته شد، پیش از همه تاثیر اون به ساحه سیاحی، تاثیر منفی اون به ساحه سیاحی رسوند. این پیش از همه گفتن جایز است که با مقصد سریع وقت پیشگیری و چاره‌جویی نمودن وابسته به این تاثیر منفی کووید با بخش سیاحی که یکی از سمت‌های افزایندگی که ساحه یعنی اقتصادی ملی به حساب می‌رود، در این سمت کمیته رشد سیاحی نزدیک حکومت جمهوری اسلامی با دستگیری حکومت جمهوری اسلامی که در دوره ستاد جمهوری یعنی ستاد داخلی داروی را تأسیس داد با فرمایش رئیس کمیته ستاد داخلی داروی و نقشه چاره‌بینی‌های پیشگیری یعنی عامل‌ها وابسته به تاثیر آن بر رشد ساحه سیاحی در این زمینه زیاد از 46 خطر سیاحی به منطقه‌های گوناگون از قبیل بدخشان، زرافشان و منطقه ختلان از جانب شرکت‌های سیاحی وطنی تهیه گردید که با در نظر داشت این قاعده‌های بهداشتی امروز شهروندان وطنی رو یعنی ساکنان کشور رو با این منطقه ها یعنی سفربر میکنن. ما گفتم میتونه که نسبتی امکانیت های سیاحی جمهوری اسلامی که در دوره برگزاری چاره‌بینی های بین المللی سیاحی معرفی کرده می شود، توجه سیاحان خارجی به طبیعت زیبای کشور و اقتدارهای سیاحی که در دوران صاحب استقلالی کشور بنیاد گردیدند از جانب انفراستراکچورهای سیاحی خیلی زیاد گردیده است.